امام زورا مدیر شعبه حیوانات وحشی باغ حیوانات شهر دوشنبه از سال 2007 تا این جانب در اینجا کار و فعالیت دارم. در نگاهبین من 18 سر خرس، 11 سر شیر، 7 سر گرگ، 1 سر پلنگ در نگاهبین من قرار دارم. این خرسه که در نزد ما ایستادگی با شما اشاره دارد، این پچه نام دارد که این را یک همکارم نامگذاری کردن. من هم زید نبرآمده با جان و دل قبول کردم. نام این پچه است که بسیار خرسی شوخ است. خیلی سنی سالش حالا کودک این 2 ساله است. خرسی کلانتری من 27 ساله است. 15 ساله هم دارم، 20 ساله هم دارم. کلانش 27 تا سنی 27 ساله دارم. در دوام سال 2020 در مؤسسه دعوتی باغ حیوانات شهر دوشنبه طبق دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالی زیاد کارهای به انجام رسیدند که چشم رسمی باشند. از آن خصوص برای با گرمی تامین نمودن حیوانات در فصل سرما تکنیک‌های مجهزگرانه بولری، آب‌های گرم، فرش‌های گرم، تعمیر نمودن والیرهای نگهداری خزنده‌ها، جای نگهداشتی مایمون‌ها از تعمیر کل برآورده شد. همه راهروهای داخلی باغ سفالک پوش کرده شده در حالت انجامیابی است. جای نگهداری میمون‌ها با مبلغ 300,000 تومانی پورا از تعمیر برآورده شد که در شرایط سردی میتوانیم ما حیوان‌های تروپیکی را با اونجا جابجا گذاریم. از حساب خوراک باشد همه حیوان‌ها برای با راسیون معین شده طبق زوپارک‌های اروپا و روسیه با راسیون‌های روسیه تصدیق شده خوانده ایستاده. همه خوراک‌ها بسنده میباشد تا ماه‌های مارس 2021. از حساب خوراک دانگی‌ها یگان کمبودی یگان نورساگی مؤثر ندارد. در طول یک سال سپری شده شما چند حیوان آوردید؟ در دوام سال با مبلغ‌های بودجتی و غیر بودجتی 62 سر حیوانات و خزنده‌ها با مؤسسه درآمد کرده شد و از حساب تکرار استحصال کنی باشد 6 سر به حساب گرفته شد. مثلا شیر 3 سر، بوزهای نوبیوگی، گوسفندهای آلتایی، آهوی بخارایی. مأموریت مؤسسه در سال 2021 تصمیم گرفته است که با باغ‌های حیوانات آلمان، باغ حیوانات جمهوری قزاقستان الماتا و باغ حیوانات الکویت جمهوری کویت همکاری دو جانبه را برای میموند که این همکاری‌ها برای دادگیری حیوانات طریق رایگان تامین نمودن حیوانات طریق برتری عوض نمودن حیوانات از باغ حیوانات الکویت دولت کویت و ما 25 سر میمون هدیه شده است. از باغ حیوانات الماتا حیوانات‌های گوناگون بنابر سبب پاندمی کووید 19 شهرنامه‌های دو جانبه به توقف گذاشته شده است. در آینده نیز نقشه داریم برای باز هم جانناک نمودن فعالیت کاری مؤسسه برای تامین نمودن والیرهای خرس‌ها، شیرها، همه نمود حیوانات نه وابسته از کشاندن باغ حیوانات باغ کنونی نیز همه تعمیر کرده میشه. مقامات اتمام گرفته است که در دوام سال 2021 ساختمان باغ نوی حیوانات شهر دوشنبه را آغاز نمایند. باغ کنونی تا مرحله به انجام یافتن ساختمان پورا تعمیر کرده میشه. من سعید صراف‌الدین مدیر شعبه اکواتریوم مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه
طولی 6 سال است که من در همین مؤسسه همچون به حیث مدیر شعبه اکواتریوم کار و فعالیت دارم. همه روزه کار ما با همین مرغ‌ها است. وقتی که من به همین شعبه می‌درم کار و فعالیت ما با همین سر و کار میگیرم با همین مرغ‌ها. مثلا وقتی می‌درم همین از جهت خوراکشون می‌بینم. در شعبه اکواتریوم 52 سر مرغ مورد ذوبین قرار دارند. 7 مرغ کلان داریم. همه مرغ کلان‌ترین من 48 کیلو وزن دارد. 6 متر درازی دارد. مرغ میده ترین من 12 کیلو وزن دارد و 3 متر قد دارد. از این 7 مرغ که کلان که ما نگاه میکنیم همه مرغ کلان ترین من 7 متر 6 متر درازی 48 کیلو وزن دارد و مرغ میدهش 3 متر درازی دارد و 12 کیلو وزن. ما این همی زرگوشهایی که پرورش میکنیم اهلی زمان شما دیده ایستاده اید برای همین مرغ‌های کلان زرگوش پرورش میکنیم. برای مرغ‌های سیریدی میده‌ترش مسکه سیوینکا خمیچو پرورش میکنیم. سری وقت هر هفته مرغ را میتیم. هر هفته در یک مرغ 2 زرگوش میتیم. فرمت حافظی دومانده شده حیوانات وحشی. من مدت 5 سال میشه که در این بخت کار میکنم و حیوانات وحشی سر کار دارم. هر دگونه روزی ما هر یک مقدار هر یک شیر 5 کیلوگرم گوشت میگیریم. چند شیر داره؟ 8 شیر داره. 4 تا بلوغ 4 تا بلوغ. من علی فیروز بویتوری Łقعیات شهر دوشنبه میشم. طبق دستور سپرشوی رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی از روی نقشه همه حیواناتی زوپر رو برای توبت از بیماری‌ها پیشگیری می‌نماییم. هر یک نمود حیوان وابسته به نمود حیوان خوراک می‌دهیم. همه نمود محصولات گوشتی که می‌دهیم پیش از به حیوان دادن و از لابراتوری مرکز ملی تشخیص خطر عضوی اول میگذرونیم اجازه‌نامه اونها رو گرفته بعد در حیوانات تقسیم می‌کنیم.